در اوج خستگی مردم از حکومت 13 سال گذشته و فراموشی محض مردم از سوی دولت مردان گذشته، دو تا چهره با افراد خاص خودشان پا و میدان رقابت گذاشتن. یکی صدا بلند میکرد که آی مردم، چاره این همه بدبختی در یک چیز است، در تحول و تداوم. اما دیگر گفت نه برادر، درد این مردم را نمی شود با تحول و تداوم دوا کرد. ما نسخه کاراتر نسبت به شما داریم و بگذارید مردم با ما بروند نه با شما. در این کش و قوس و گپ و گفت بودن که هر دو بنبست برخوردن و این بنبست ما را تا آستانه یک نبرد خونین هم پیش برد. بالاخره نه این شد و نه آن. مردم هم به شدت خسته شده بودند، به حدی که راضی بودند یک جریان سومی ارز اندام کند تا بالاخره چهره از بیرون مرزها با قامت آراسته و خود بر این دو جریان گفت این خوب نیست که سر بر سر هم بزنید، بیایید هر دو یکی شوید و طرحی را که من برایتان دارم به اسم نسخه وحدت ملی شکل بدهید. همان شد که نوع حکومت بی‌نظیر و استثنایی در تاریخ سیاست جهان در این جغرافیا به اسم افغانستان شکل گرفت. یک کرسی، دو تا رئیس. خب هر چی شد یا نشد بالاخره مردم خوشحال شدن که صاحب دولت شدن و خوشی اینجا بود که میگفتن از یکی دو بهتر است و ترکیب هر دو شد اصلاحات و تحول. اما میدانید نه اصلاحات آمد و نه هم تحول. مردم دل خوش کرده بودند که هر یک از اینها حداقل 100 وعده که کرده بودند در جریان انتخابات، حالا این 100 می شود 200 و این یعنی گل و گلزار شدن افغانستان. اما از روز تحلیف و بعد این وطن روز خوش ندید. امنیت به شدیدترین شکل خراب گشت. برخی گزارش ها حاکی است که در یک ماه گذشته بیش از 800 انسان و هموطن در این وطن جان باخته است و این یعنی تراژدی و فاجعه بزرگ. اما همان سعدی خوب گفته بود 10 درویش در گلیم بخسپند ولی 2 پادشاه در اقلیم نگنجند. این گپ مصداقش در همین کابینه افغانستان است. بیشتر از 80 روز شد ولی هنوز مردم کابینه را ندیدند. اینکه چه خبر است کس نمیداند، اما از دو گپ خارج نیست احتمالاً شکل نگرفتن کابینه یا کسانی که این دو چهره را در حصار خود گرفتند هر یکی وقت از ریاست یا وزارت کلید را زیر بغل زدند و همین سبب اختلاف شده است. یا به قول خودشان به دنبال شایسته سالاری هستند. اما چه شایسته سالاری؟ مردم میگویند سخت است که ابو مسلم خراسانی و سید جمال و سقراط ناپلیون را پیدا کنید. بس است دیگر. در همان روزهای اول هر یک چند گام نمایشی گذاشتند. یکی زنگ مبارزه با فساد را بلند کرد و درب و زندان مکتب را دقلباب کرد و دیگر هم به چند جاده پیاده گشت و خواستند با این حرکت های پوپولیستی به مردم بگویند که ما اینقدر غمخوار شما هستیم. ولی از آن روز به بعد دیگر ذره هم به زندگی مردم افغانستان تغییر نیامد. به قول همان گفته مشهور که در هاون آب میکوبیدن. ولی این طرف دختر جوان لباس مرگ پوشید به اسم قدسیه. ما حداقل یک امبولانس نداشتیم تا این دختر شهید را به خانه‌اش میبردیم. در پشت موتر کرایی تا خانه‌اش برده شد. جوان در نمایشگاه زخم برداشت، نکردیم کان را با این میلیون ها پول به بیرون میفرستادیم. آن جوان هم جوان مرگ شد و فامیل در سوق نشست. ولایت‌های دوردست که روی جایش بماند. در کنر قتل عام جریان دارد. هرچند که این چهره‌ها گفته بودند ما سر به ولایت‌های دوردست خود میزنیم ولی مردم باز فراموش شدن. پاکستان چه گپ‌هایی که نگفت، اما ما چی گفتیم؟ هیچی. تا اینجای کار این است کار دولت وحدت ملی. دیده شود بعد از این کاروان مردم افغانستان با این دو تا چهره و دار و دستش به کجا خواهد رسید. من عنایت مدرس هستم.